امروز من قراره که برای 2 پیج تولید محتوا بکنم و یکی از سخت‌ترین قسمت‌های این که قراره امروز تولید محتوا بکنم اینه که باید از این ور شهر تا اون ور شهر من برم و هیچ وسیله‌ای ندارم و باید با مترو و اتوبوس برم و مطمئنم که تا شب طول میکشه. آره خلاصه که تا شب طول میکشه و پدرمون رو در میاره. کاری که من باید بکنم اینه که یه حموم درست حسابی برم، به خاطری که چون ما تا شب تقریبا که تا شب که نه، تا ظهر بعد از ظهر بیرونیم و من میخوام وقتی بیام خونه یکم به مشکل میخورم برای اینکه ویدیوی پست این اینستاگرام پیج خودم رو بگیرم، چون چهره خودم لازمه و خب طبیعتا هم تمیزی هم لازمه. همینطور که میبینید از همون اومدم. الان باید لباس بپوشم برم. بعد دیگه فعلا که همین، تا باز برنامه ریزی دیگر انجام بدیم. بگم در طولی که تو مترو بودم یادم رفته فیلم بگیرم. الان تو آسانسورم و بریم داخل پاساژ. با فروشی بسته بود. بعد بریم. چیکار کنم؟ حالا باید چکار کنم؟ باید که همونا که تو گوگل پیدا کردم و زنگ بزنم و بپرسم که امروز بازم شب باورتون نشه، ولی من همین الان تازه رسیدم. اشتباه نکنم ساعت الان 7 شبه و من باید ساعت 8 از خونه بزنم بیرون و هنوزه نتونستم ویدیو برای پیج بگیرم و طوری هم که حالا یا مشکلی که هست، موقعی که من رفته بودم برای تولید محتوا برای پیج مامانم، مشکلی که بهش برخوردیم از پاساژ اومدن گفتن که شما اجازه فیلم برداری نداریم. برام نیارین که خیلی عصبی شدم و با کلی خستگی بریم. اینو ولش کن، اینو بچسب داداش، اینو بچسب باش کن. فقط ماهانی ما مسجد خیرالله، فقط همین. خب این از این. فعلا یکم حاضر شم تا باز کارهای دیگر انجام بدیم. ماش به کلتون. میخوام ویدیو بگیریم. نیم ساعت وقت داریم. نیم ساعت. کاری که الان باید بکنم یکم بخورم. خدایا 8:30 به زمان زیاد مشغولم. اسنپ بگیرم
اینه. من الان برگشتم آرایشم هم که و پاک کنم و اینکه تا یک وبلاگ دیگه خدا نگهدار. ماچ به کلتون.